نوشته روی دیوار هیچ معنایی برایم نداشت. شعری از بهاره. انگار در یک سلول زندان بیدار شدم و دور و برم را نگاه می کنم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده و معنی این چیست. چطور ممکن است که یک شاهزاده در قصری شیشه‌ای میان ابرها یک دفعه خودش را در سلولی سرد و نمناک پیدا کنه؟ جایی که فقط زمین سرد بین او و خاک قرار دارد. پاهایم را لمس می کنم و گرمای بدنم را حس می کنم. به خودم میگم آیا من همان شاهزاده ام؟ اما این داستان نه افسانه است نه رؤیایی. این سقوط یک دختر است به درون واقعیت. میفهمم که هیچ وقت واقعاً به افسانه ها باور نداشتم. حقیقت تلخ حتی کمی آرامم می کند. لبخند می زنم. گریه نمی کنم. وقتی چشمهایم را از خواب طولانی 40 و چند قرنه می مالم، می بینم روی دیوارهای سلول نوشته هایی هست. می فهمم کسانی قبل از من اینجا بودند. اولین اسمی که می بینم نلسن مندلاست. بعد خط لرزان گاندی را می بینم و دست خط آرام مادر تریسا را. اسمهای زیاد، چشمهای زیاد، همه اینجا بودند. عظمت این لحظه مرا می گیرد. اول مثل کسی که از جزیره‌ای گرمسیری به قطب شمال رسیده می لرزم. بعد مثل کودکی با تب شدید از گرما عرق می کنم. ساعتها می گذرد. دست به صورتم می کشم تا سالهای عمرم را از روی پیشانی و ابروهایم حس کنم. صدایی میشنوم. میفهمم که قر قر شکمم است. نمیدانم چند غروب گذشته از وقتی که آخرین بار چیزی خوردم. شکمم را دست میزنم و حس میکنم خیلی اضافه بار دارم. با خودم میگویم این وزن اضافه بار سالهای گذشته ام است؟ از پرخوری خفه شده ام یا از غرور بیهوده ام درد میکشم؟ به اطراف نگاه میکنم. حالا که خودم را شناختم، سلول کم کم شبیه یک اتاق می شود. اسمهای دیگری هم هست. هیتلر، استالین و حتی اسم مردی که همین چند روز پیش از یک گدا دزدی کرد. همه این آدم‌ها برای بعضی قهرمان و برای بعضی منفور بودند. نصیحتی نوشتند. هر کدام دنیا را با چشم خودش دیده و اثری گذاشته. میفهمم اینجا جایی است که بیلیون ها انسان از آن گذشتند. بعضی ها دنیا را بهتر کردند و بعضی ها بدتر.
خیلی ها هم آمدند و رفتند بی آنکه هیچ اثری بگذارند، نه کلمه‌ای نه رد پایی. وقتی میان زندان قدم میزنم، نوشته ها و اسم ها را لمس می کنم. از خودم میپرسم چرا امروز من اینجا هستم؟ آیا قرار است به دنیا بیایم یا یک پایم در قبر است؟ میفهمم این بیداری یک فرصت دوباره است. مرا از قصر شیشه‌ای بیرون کشیده تا ببینم میتوانم برگردم به همان قصر میان ابرها بی آنکه ردی بگذارم، یا چیزی بنویسم روی دیوار این زندگی. تصمیم گرفتن وقت زیادی طول نکشید. ماها و ماها در این سلول ماندم، مثل کودکی در رحم نوشته های دیوار را میخوانم. میبینم از طریق یک بند ناف نوری از پنجره تغذیه میشوم. به دنیا وصل هستم. زمین از نیروی من باردار هست و من آماده‌ام که دوباره متولد بشوم. میدانم که نمیخواهم به قصر شیشه‌ای برگردم. بعد از خواندن میلیون ها نوشته روی دیوار، جواب را در قلبم پیدا می کنم. میدانم که چیزی یگانه به دنیا خواهم داد، نه برای یک کشور، نه پیام آور یک دین، یا اینکه فقط برای حقوق زنان، بلکه من پلی از رنگین کمانم میان آسمان و دریا، میان شرق و غرب، میان ایمان و نور، و میدانم روزی اسم من هم روی این دیوارها خواهد بود. یک جایی میان هیتلر و گاندی میبینم و اونجا نور میتابد. بعضی از مردم از کلمه خدا میترسند، اما گرمای خورشید را دوست دارند. پیام از همانجاست، از جایی گرم و روشن، جایی که سلول زندان را حتی به قصر توی آسمان وصل می کند.